خب حالا بریم سراغ یکی از مهمترین مباحثی که توی زمینه مدل سازی سه‌بعدی هست و اونم پلیگون و ساب دیویژنه و یک سری چیزا رو من اینجا توضیح میدم. خب مدل سه‌بعدی که میسازیم همه از یک سری نقاط تشکیل شدن و این نقاط وقتی که دو تا نقطه به هم وصل بشن یه خط رو تشکیل میدن. به این خط معمولا میگیم edge، به خود این نقاط میگیم point یا vertex و وقتی که سه تا نقطه یا بیشتر به هم وصل بشن یه سطح رو تشکیل میدن که به اون میگیم فیس. اگر که اون سطح ما از اتصال سه تا نقطه باشه به این شکل بهش میگیم ترینگل و اگر که 4 تا نقطه باشه میگیم کواد و اگر بیشتر از 4 تا نقطه باشه یعنی شما یه فیسی بسازین که مثلا چند تا نقطه داره این وسط به این شکل و اینا دیگه به هم وصل نیستن که یک مثلث یا یه مربع تشکیل بدن. این حالتو معمولا میگن انگان و چیزی که شما باید سعی کنین هیچ وقت سمتش نرین، مثلا همچین چیزی. توی بیشتر نرم افزار سه‌بعدی حالت عادی که کار میکنین مثل نرم افزار مایا، مکس، بلندر و زیبراش دارین شما روی کواد کار میکنین. وقتی که این مدل رو شما میخواین خروجی بگیرین، مثلا برای ساخت بازی کامپیوتری میخواین ببرین تو انجین آنریل، یونیتی و اینها، اونا خودشون همیشه تبدیلش میکنن به ترینگل. یعنی مدل فاینال همیشه اون چیزی که در آخر اون انجین بهش میرسه، رندرر هم همینطورن، همه آخر ترینگلش میکنن. ولی معمولا با کواد کار میکنیم، مخصوصا اگر آبجکت قرار انیمیت بشه به این شکل. یه همچین چیزی توی کواد خیلی تمیز و بهتر در میاد تا اگر شما بخواین هی ترینگل کار کنین. ولی وقتایی هم هستش که خودتون عمدن میایین حالت ترینگلش میکنین که مثلا توی خم شدگی ها حالت بهتری بگیره. به نوع چیدمان این نقاط و این خطوطی که کشیده شده بینشون و اتصالاتش میگن توپولوژی. و اوکی، حالا بعضی وقتا هست که ما یه مدلی داریم به این شکل که ظاهرا مثلا توپولوژی زیاد خوبی نداره، چون ما ترجیح میدیم کواد باشه، مثلا این مدل قرار انیمیت بشه و ما میخوایم این کواد باشه. تو این حالت با یک سری ابزارات تو نرم افزار مایا مثلا یا توی خود زیبراش میگیریم اینو دوباره سطوح میسازیم. مثلا توی مایا ابزار مخصوص این کار داره که میتونین مثلا بیاین خودتون دوباره این سطح رو به شکل دیگه به چیدمانش رو انجام بدین روی همین مدل. به این کار میگن ریتوپولوژی. پس اگه یه جایی اسم این به ذهنتون رسید یا مثلا یه پروژه گرفتین و گفتن که مثلا نیاز به ریتوپولوژی داره مدلمون، فقط میخوایم شما این بخش رو انجام بدین، یعنی یه مدل بهتون میدن، بعد اون رو دوباره بگیرین روش بازسازی کنین به شکلی که توپولوژی درستی داشته باشه و چیدمان این نقاط و خطوط و اینا یه حالت تمیزی در بیاد. لزوما همیشه میگم لازم نیست کواد باشه، خیلی جا هست مثلا جای آرنج یا جای زانوی کاراکترها فرمای مختلف توپولوژی داره که شما بر اساس اونا میرین، ولی برای اول کار اصلا لازم نیست نگران این چیزا باشین. فقط گفتم که اطلاعاتتون بره بالا. چیزی که الان مهمه بدونین فقط همینه که مدل از این نقاط و خطوط و سطح تشکیل شده و وقتی که شما دارین مدل سازی میکنین همینا رو دارین جابجا میکنین، یعنی این سطح رو دارین جابجا میکنین و حتی وقتی این سطح رو جابجا میکنین در اصل داره این نقاط رو جابجا میکنه، پس آخر برمیگرده رو همین نقطه ها. حالا اگر مثلا ما یه همچین آبجکتی میسازیم و میخوایم روش یک سری جزئیات بدیم، خب مثلا با ابزار خود اسکالپت مایا میام، اگر الان قلمم کوچیک بکنم و بکشم میبینین که چندان جزئیاتی نمیشه به این داد، به خاطر اینکه تعداد نقطه‌مون انقدر کمه که من این نقطه رو جابجا میکنم، بعد این بین دیگه نقطه‌ای نیست که من تو مسیر قلمم بتونم تغییرش بدم و بعد با خیلی سطوح بزرگتری بکشم تا بتونم مدل یکم تغییر شکل بدم. حالا برگردیم توی زیبراش، میبینین که همین حالت مربع اینجا داره و اگه دکمه شیفت و اف رو بزنیم یا از این کنار پلی فریم رو وصل کنیم میبینین که اینجا هم دقیقاً همون سیستمه، اینجا هم همون پوینت ها و اج و پلیگون ها هست و وقتی که یه سطحی رو میکشیم این داره همونا رو در از جابجا میکنه. و اگر که میخوایم جزئیات بیشتری بدیم باید تعداد این نقاط رو ببریم بالا. برای این کار میتونیم بیایم تو قسمت جیومتری و اینجا دیواید داره. وقتی که دیواید رو میزنیم هر یک دونه فیسی که اینجا داریم
تبدیل به 4 تا میشه. یعنی الان من یه لول دیواید کنم، ببینید این یک دونه تقسیم به 4 تا شد. دکمه های هاتکی هایی که میتونین استفاده کنین برای دیواید کردن کنترل دی، برای برگشتن به لول عقب‌تر، چون اینها رو زیباش این دیوایدی که میکنین حافظه‌شو نگه میداره و مثلا من الان یه 2 تا دیواید دیگه بزنم، اینجا میبینین که چند لول اینجا ساب دیویژن داریم و میتونین هر لحظه که بخواین برگردین روی لول قبلی تر. و الان اگه چیزی هم بکشم اینجا، هر لحظه من میتونم برم روی حالت ساب دیوایدهای بالاتر که میشه اون حالت پر پلیگون و پر پوینتمون و جزئیات ریستری رو بدم اینطور که میبینین و میتونم هر لحظه هم برگردم عقب به این شکل. اوکی. خب با دکمه شیفت و دی میتونین برگردین لول های عقب، با دکمه دی میتونین برین لول های جلوتر و اگر میخواین یه لول باز اضافه کنین، دکمه کنترل دی. اوکی. پس کنترل دی دیواید یه لول ساب دیواید جدید میسازه براتون. با دکمه شیفت و دی میتونین بیاین لول های عقب تر نگاه کنین و با دکمه دی خالی بدون هیچ چیزی میتونین برین لول های بالاتر رو ببینین تا جایی که دیگه ساختین. یعنی از این لول بالاتر دیگه نمیره با دکمه دی. اگه میخواین لول اضافه‌ای بسازین با کنترل دی رو بزنین. تعداد نقطه های آبجکتو این بالای صفحه اینجا اگر نگاه کنین نوشته این اکتیو پوینت چه مثلا 726,000 تا اینجا. حالا برگردیم لول پایین یا بزنیم روی یک این سطح نشون بدم. خب حالا روی این سطح اگه من میبینی که لبای خیلی تیزی داره، اگر من بیام ساب دیوایدش بکنم، کنترل دی رو بزنم، یه چند تا زدم و میبینین این لبه ها نرم شد. این یکی از خصوصیات حالت دیفالت ساب دیوایده. خب اگر که نمیخواین این اتفاق بیفته، میخواین مدل به همون شکل بمونه و فقط تعداد پوینت ها زیاد شه، مثلا میخواین یه جوری باشه که فقط وسط بتونین چیزی بکشین، نمیخواین لبه ها تغییر بکنه، این دکمه اسموت اینجا رو قطع کنیم. این رو قطع میکنیم و حالا وقتی دیواید بزنیم این وسط تعداد ورتیکسش زیاد شد و همه سطح کلا دیواید شد، ولی دیگه هیچ جا رو نرم نمیکنه براتون و مدل به همون شکل میمونه، فقط تعداد پوینتاش رفت بالاتر. یک نکته دیگه این که این لولایی که اینجا دارین که میتونین هر لحظه بین لولای بالاتر یا پایینتر رو ببینین، بعضی عملیات توی زیبراش هست که نمیتونه روی اینا اعمال بشه. یعنی وقتی که میخواین اعمالشون کنین بهتون پیغام میده که نمیتونه روی ساب دیواید کار کنه. تو اون حالت شما میتونین بیاین مثلا تصمیم بگیرین که این لول ها رو حذف کنین. مثلا من میام میبینم این لول برای من کافیه، میتونم با این دکمه لول های بالاتر رو حذف کنم، یعنی میگم دیگه این 4 رو من نمیخوام، میزنم پاکش میکنم و با این دکمه میتونم لول های پایین تر رو حذف کنم. انگار فقط روی اون حالت لول 3 مون دیگه موند. و یا شاید هم همینطوری فقط مدل رو دارین کار میکنین، خیلی دیواید دادین و میبینین لول های پایین تر دیگه به کارتون نمیاد، حذفش میکنین و مثلا فقط همون لول های بالا رو نگه میدارین. حالا اینو گفتم فقط هیچ چیزی تو ذهنتون باشه، بعداً به این جا میرسیم که لازم باشه اینا رو حذف کنیم توی یه پروژه‌ای، توی ساخته مدل ببینین بهتر تو ذهنتون میمونه. فعلا فقط دارم میگم که یه پس زمینه تو ذهنتون باشه، بعداً که روی مدل‌های کار میکردیم وقتی به اینجا اومدیم خیلی گنگ نباشه براتون یه توضیح داده باشم.